یک روز فرشتگان با خداوند متعال سوال کردند: خدایا، تو که بندگانت را دوست می‌داری و برای چی به آنها غم داده ای؟ خداوند مهربان به سوال فرشتگان چنین پاسخ داد: بندگان من تا غم را نبینند یاد خالقشان را نمی‌کنند. و این گفته ها میخواهم بگویم به هر دردی که باشی با خدا باش، به هر رنجی که باشی با سخا باش. خداوند کریم سخت مهربان است، زی درد داده او تو رضا باش. السلام علیکم و رحمت